مشرکای زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی را هم عبادت میکردند، غیر الله تعالی را هم عبادت میکردند. الله تعالی را هم دوست میداشتند، غیر الله تعالی را هم دوست میداشتند. عجایبش این است که آنها الله تعالی را هم دوست میداشتند، با وجود همین اینها دوزخی بودند، چون که در عبادت به الله تعالی شریک می آوردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عمر با آنها مبارزه بردند و جنگ کردند علیه آنها. یعنی این دوست داشتنشان به الله تعالی و این عبادتشان کفایتی نکرد. پدر عمران ابن حسین را پرسیدند که چند اله را پرستش میکنی؟ گفت که 7. گفتند که کدام ها؟ گفت یکی آنها در آسمان است، 6 آنها در زمین است. گفتند که در حالت مشقت، وزنینی، معما، مشکلی به سرت بیاد کدامش رو میپرسی؟ گفت که آنی که در آسمان است. بعد گفتند که این خیلی باشد این 6 که در زمین است اینها ترک کن، فقط همیشه آنی که در آسمان است اون عبادت کن. گفتند ببینید یعنی که شریک می آوردن و در محبتشون هم الله تعالی گفت که یحبونهم کحب الله. بعضی مخلوقات الله تعالی را دوست می داشتن مانند دوستداریشان الله تعالی را. عجب در آن است که اونها الله تعالی را دوست می داشتن. افسوس که بعضی شخصیت هایی که دعوای مسلمانی میکنند الله تعالی را دوست نمی دارد، الله تعالی را عبادت نمی کند. اونها که در زمان تنگیشان الله تعالی را پرستش میکردند، اینها در زمان تنگیش هم الله تعالی را پرستش نمی کنند. این است مصیبت.